در ابتدا میخواستم با آقای مهتدی شروع کنم، چون بالاخره ایشون اینجا به نوعی در این برنامه میتونن صدای کردهای ایران باشن. زن زندگی آزادی چقدر تونست مسئله مبارزه با نظام رو در سراسر ایران و به ویژه در کردستان تشدید بکنه؟ با سلام به شما آقای رفعت و مهمانان گرامی و درود به شنوندگان و بینندگان تلویزیون. ببینید، کردها از سابقه طولانی برخوردار بودند و هستند در مبارزه علیه جمهوری اسلامی. از همون ابتدا از رأی ندادن و بایکوت و تحریم رفراندوم کذایی جمهوری اسلامی آری یا نه شروع کردند و بعد با اون حمله بی دلیل و جنایتکارانه به فرمان خمینی به کردستان در 28 مرداد 1358 و اعدام ها، تخریب ها، ویرانی ها، مبارزات، مقاومت، اعتصاب ها، همه اینا وجود داشت. فرقی که جنبش زن زندگی آزادی در 2 سال قبل با جنبش های قبلی داشت اینه که یک مرتبه همه ایران گر گرفت، یعنی قدرتی از خودش نشون داد و با توجه به مجموعه ای از شرایط و اوضاع و احوال وضعی پیش آمد که این جنبش بلافاصله سرایت کرد به همه ایران و در محدوده کردستان باقی نموند و موقعیت خاصی را به کردها و مطالباتشون بخشید، اجازه داد که صدای اونا شنیده بشه، اجازه داد که خواستهای اونا شنیده بشه. ترس و نگرانی و در مواردی نفرتی که جمهوری اسلامی سعی کرده بود تزریق کنه به جامعه ایران بر علیه کردها، جای خودش رو به حمایت و پشتیبانی و تحسین داد و در واقع رشته های 40 ساله جمهوری اسلامی بر علیه کردها در افکار عمومی ایران به وسیله این جنبش همش پنبه شد و یک همبستگی بزرگ و بی سابقه‌ای به وجود اومد در تمام ایران و بین همه بخش‌های جامعه و همه اقشار جامعه. و من یکی از اهمیت‌هاش رو، یکی از نکات قوت جنبش رو در این گسترش و در ایجاد این همبستگی سراسری در ایران می‌بینم. نکته دو، این میشه خیلی به نکات دیگری هم اشاره کرد، ولی نکته دیگر این هست که جنبش زن زندگی آزادی در این حال که جنبشی ضد استبداد و مستقیما علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی بود و این رو بیان میکرد، جنبش گذار از نظام بود، جنبش براندازی نظام بود، جنبش تغییر نظام بود، با هر اسمی تعریف کنیم اون رو، در این حال یک جنبش اجتماعی و فرهنگی مترقی بود. یعنی دست برده بود علیه ارزش‌های کهن و مرد سالارانه و استبدادگرایانه در درون جامعه، هم واقعا نقش مؤثری داشت بر علیه این و از این لحاظ هم کردستان آمادگی داشت که بپذیره این جنبش و آغوشش رو برای این ارزش‌های نوین فرهنگی و اجتماعی باز کنه. من بیشتر از این دیگه وقتتون نمیگیرم، دوستان دیگه میتونن بیشتر توضیح بدن. زن زندگی آزادی یک انقلاب اجتماعی بود. شاید من چون به خاطر سنی در زمان جنبش 68 دانشگاه میرفتم، البته جنبش 68 آغاز شد، 7 سالی به طول انجامید، در اروپا دانشگاه میرفتم و شاهد بودم، نتونست از نظر سیاسی تغییرات جدی ایجاد کنه، ولی فرهنگ کشورهای غربی رو دگرگون کرد. یک سری مسائل برای همیشه تغییر پیدا کردن. شما فکر میکنید که زن زندگی آزادی از نظر فرهنگی هم جامعه ایران رو واقعا تغییراتی درش به وجود آورد که دیگه قابل بازگشت به عقب نیست؟ بله، دقیقاً اینطور فکر میکنم که این انقلاب، البته انقلاب سیاسی هم بود،
ولی به هدف سیاسی خودش که تغییر نظام و برچیدن بساط جمهوری اسلامی نرسید. ولی در اهداف فرهنگی و اجتماعیش در این جنبه ها به نظر من پیشرفت بزرگی به جامعه ایران داد. یه جهش بزرگی به وجود آورد توی جامعه ایران و ابعاد مختلفش به نظر من برای سالهای سال ماندگار خواهد بود. من فکر میکنم دیگه برگشت ایران به جامعه ما قبل زن زندگی آزادی کار ساده ای نیست، در واقع غیر ممکنه. من نمونه هاشو خیلی میبینم. شما توجه کنید که حتی همین الان این جنبشی که در زندان ها وجود داره، اعتراضات هفتگیشون به اعدام ها، عرضم به حضورتون جنبش بازنشسته ها، جنبش کارگرها، جنبش پرستارا و کادرهای پزشکی، جنبش هایی که تو جاهای مختلف دیگه روی داره اتفاق میفته، همه اینها حتی در انتخابات قلابی جمهوری اسلامی سایه سنگین جنبش زن زندگی آزادی بر روند این انتخابات محسوس بود. بنابراین فکر نمی کنم که به این سادگی ها رژیم جمهوری اسلامی و گفتمان جمهوری اسلامی شکست خورد. خود رژیمش به خاطر توسل به خشونت بسیار زیاد و به یه سری دلایل دیگه که ضعف اپوزیسیون و ضعف همبستگی درونی اپوزیسیون بود، نتونست به هدف سیاسیش به طور کامل برسه. این روشنه. ولی به نظر من نهجی، مسیری برای انقلاب‌های بعدی و جنبش‌های بعدی ایجاد کرد که بسیار متفاوت تره، بسیار مترقی تره. اون تکثر گرایی که باب کرد و تکثر در ذات جامعه ایران، جزو خصوصیات جامعه ایران هست. ولی برجسته کردن این، نشون دادن این و احترام گذاشتن به تکثر، احترام گذاشتن به تنوع، اینها در واقع داره پایه های دموکراسی آینده ایران رو میریزه. بنابراین بله، به نظر من کاملا از این جواب پرسش شما در مورد جنبه های فرهنگی و غیر قابل زدودن این انقلاب کاملا درسته. پاسخ مثبت. 60% در انتخابات به گفته آقای مسعود پزشکیان رأی ندادن، برخی معتقدند که 80% رأی ندادن. حالا از این آمار که بگذاریم، در صورت بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند و پایین ترین حضور مردم در انتخابات بوده در این 45 سال. خب رأی شرکت نکردن به نوعی قهر کردن با نظامه. بعد این قهر تبدیل بشه به خشم و خشم به مبارزه. به نظر شما این روند در داخل جامعه کنونی ایران چقدر به طول خواهد انجامید؟ چقدرش رو فکر نمی کنم به سادگی بشه پیش بینی کرد و کی به چنین موقعیتی خواهد رسید. ولی به نظر من همه شرایط داره به یک بار دیگه آماده میشه برای یک خیزش بزرگی و برای حضور بزرگتر مردم. شکل جنبش آینده رو بازم نمیشه به دقت پیش بینی کرد، ولی بسیاری از دستاوردهایی که جنبش زن زندگی آزادی داشته بار دیگه خودنمایی میکنه و به نقطه اتکایی و به زمین سفتی تبدیل خواهد شد، به نقطه پرشی تبدیل خواهد شد برای جنبش‌های بعدی. شما ببینید تعداد کسایی که تو انتخابات شرکت نکردن به عقیده من خیلی بیشتر از 60% و در کردستان به مراتب بیشتره. و این رو من از این نظر میگم که خود این شرکت نکردن نوعی ادامه مبارزه است. نوعی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، این نوعی مبارزه است، نوعی خط و مرز کشیدن با جمهوری اسلامیه، نوعی عبور از جمهوری اسلامیه. و اصلا نیاز جمهوری اسلامی به این که کسی مثل پزشکیان رو بیاره خودش در این حال یکی از آثار و نتایج فرعی و جانبی انقلاب زندگی آزادی است. اگر این چنین نبود چه لزومی داشت همچین کسی رو بیارن؟ خب ادامه رئیسی رو می آوردن.
برای اینکه پایگاه و پایه اجتماعی حکومت اونقدر ضعیف و کوچک شده و اونقدر این رژیم آسیب پذیر شده در مقابل اعتراضات مردمی که اینها ناچار شدن یه مهر دیگری رو، کسی دیگری رو بیارن وسط و چهره دیگری رو سعی کنن از خودشون نشون بدن، سعی کنن تلاششون این بود که گفتمان گذار از نظام رو یک بار دیگه به عقب برگردونن، به گفتمان اصلاح طلبی تبدیل کنن. اصلاً به نظر من موفق نشدند و نخواهند شد، برای اینکه شرایط برای چنین چیزی وجود نداره. من فکر میکنم چه به دلایل اقتصادی که خیلی مهمه، به دلیل ناکارآمدی، بیکفایتی، فساد، راندخاری، اختلافات درونی، سیاست خارجی غلط، اجحافات، تبعیضات و همه این چیزایی که چه از لحاظ اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی شما میبینید، من همه شرایط رو دوباره در حال جمع شدن میبینم دور هم، تا در یه اثر یا حادثه، یه رویدادی یا یه مقطعی که هیچ کس نمیدونه کی و کجا شروع خواهد شد، ولی به نظر من ما شاهد یک چنین چیزی خواهیم بود. بس بر سر اینه که این بار بایستی با آمادگی بیشتری و با درس گرفتن از اشتباهات دوره قبل، اگر اشتباه هم نگیم از کمبودهای دوره قبل، ما سیاست جدیدی رو یا تلاش جدیدی رو در نظر بگیریم. ببینید، من 6 هفته آخر حضور آقای خمینی در نفل و شاتو از سو روزنامه ایتالیایی که کار می‌کردم اونجا بودم به عنوان خبرنگار و همراه من بیش از 400 خبرنگار دیگر. پایتخت دوم تهران اسم نفل و شاتو رو گذاشته بودن. خب اونجا جامعه جهانی میدونست که بیاد تو این کوچه تنگ که 2 ویلا یکی روبروی دیگری رو گرفته بودند، یکی جای بود که خمینی دفتر همکارانش اونجا بود، خودش میومد صحبت میکرد، یکی هم در بسته که زندگی میکرد اونجا، و ما با بارها هر روز میدیدیم چندین هیئت نمایندگی از کشورهای مختلف میان، زنگ اون در رو میزنن و میرن اون تو. حالا پشت درهای بسته چه میگفتن نمیدانم، ولی میرفتن اونجا. امروز جامعه جهانی زنگ کجا رو باید بزنه اگر بخواد رابطه سیاسی برقرار کنه با آلترناتیو جمهوری اسلامی؟ آیا اصلا آلترناتیوی وجود داره برای جمهوری اسلامی؟ این آلترناتیو کجا میتونن پیداش کنن؟ فکر نمی‌کنید یکی از مشکلات این که دولت‌های غربی در حاشیه نشستند، از حاشیه نگاه میکنند به اون چه که در ایران میگذرد و گاهی یک اونطوری که قبلا گفتم یک نظری میدن، یه بیانیه مطبوعاتی در حمایت میدن، قدمی اونورتن نمیدن، به خاطر کمبود این دری باشه که بتونن زنگشو بزنن. چرا؟ ببینید اصلا یکی از حلقه های مفقوده مهم همینه، یعنی خلأ یک اپوزیسیون متحد پخته و بالغ و مسئول و در این حال به اندازه کافی متکثر به نظر من کاملا وجود داره. من نگرانی های آقای بولیدی رو کاملا تایید میکنم در مورد تبعیض قائل شدن ها، در مورد نادیده گرفتن ها. یکی عرض کردم، یکی همه میدونیم که یکی از مهمترین وجوه که جنبش زن زندگی آزادی برجسته کرد به رسمیت شناختن تنوع و تکثر در جامعه ایران بود و حقوقی بر این تنوع و تکثر مترتبه. بنابراین من هم مثل شما معتقدم، بارها هم گفتم که باید بر اساس حداقل‌ها، ولی حداقل‌هایی که حقوق کرد و بلوچ و امثالهم رو توش در این حال مستتر باشه، وجود داشته باشه، بر اساس حداقل‌ها باید باشه، تکثر رو باید در نمایندگی کنه و بلوغ سیاسی ایران رو و اپوزیسیون ایران رو باید نمایندگی کنه. بلوغ سیاسی جنبش دموکراسی خواهی رو در ایران بایستی نمایندگی کنه. این به نظر من هست. البته این کمبود بزرگی هست و همین یکی از موانع این هست که چرا کشورهای غربی معامله نمی کنن با اپوزیسیون یا اون اقدامات عملی بسیار مؤثری رو که میتونن اگه بخوان به کار بندازن به کار نمیندازن.
کشورهای غربی میشه معایب زیادی در سیاست